سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به سومین ویدیو از سلسله ویدیوهای یوتیوبی من با موضوع خروج از آموزش پرورش خوش اومدین. من مرزیم و همتون منو به عنوان معلم اخراجی میشناسین. توی ویدیوی اولم درباره نحوه خروج از آموزش پرورش، نحوه آزادسازی مدرک با حفظ رابطه استخدامی و بدون حفظ رابطه استخدامی، جریمه ها، مبلغ جریمه و نحوه بازپرداخت جریمه توضیح دادم. توی ویدیو دوم درباره 0 تا 100 خدمت آقایون، اون فرجه‌ای که زمان دارن برای اینکه یک معافیت موقت یا معافیت دائمی دریافت بکنن و راههایی که دارن برای اینکه مشمول نشن و بتونن از این معافیت‌ها استفاده کنن توضیح دادم. و توی ویدیو سومم میخوام درباره ادامه تحصیل و مهاجرت معلم‌ها، در واقع معلم‌هایی که از آموزش پرورش خارج میشن توضیح بدم. حتما ویدیوهای قبلی منو ببینید، کانالمونم سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین. خب توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم که جریمه آموزش پرورش مثل مهریه میمونه، یعنی کی داده کی گرفته. یعنی شما تا زمانی که برای در واقع گرفتن معافیت تحصیلی، ادامه تحصیل یا مهاجرت به مدرک لیسانستون نیاز ندارید، میتونید برای آزادسازیش اقدام نکنید و هیچ جریمه‌ای به آموزش پرورش پرداخت نکنید تا اینکه بعد از گذشت حالا حداقل 1 سال سراغتون نمیان، حالا بخواد پروندهتون بررسی بشه، بعدش میتونید حالا برید اون مسیری که توی ویدیوی اول بهتون گفتم رو طی بکنید. تا اون زمان وقت کافی دارین برای اینکه بخواید پول جمع بکنید یا حالا بالاخره اون جریمه رو بتونید به یه نحوی پرداخت بکنید. بنابراین از همون روز اول شما نیاز به پرداخت جریمه ندارید و میتونید این کار رو به تعویق بندازین. حتی بعد از اینکه از شرایط اقساط استفاده کردین، باز هم اگر نتونین حالا چند ماهی مثلا قسطتون رو پرداخت نکنین، باز هم حساسیت به اون صورتی که مثلا فکر میکنید نیست و فرصت بهتون میدن، سختگیری زیادی روی این موضوع ندارن. بنابراین اون قولی که بابت جریمه ها از در واقع جریمه آموزش پرورش تو ذهن خودتون ساختین به اون صورت نیست. واقعا خیلی منعطف‌تر و راحت‌تر میتونین با این موضوع مقابله بکنید. حالا با فرض اینکه شما برای گرفتن معافیت تحصیلی یا ادامه تحصیل نیاز به مدرکتون دارید و مدرکتون رو دریافت کردین، یه سری توضیحات رو میخوام بهتون بدم. ببینید شما برای ادامه تحصیل توی رشته‌های غیر مرتبط نیاز به خروج از آموزش پرورش یا حداقل آزادسازی مدرکتون رو دارید. بخاطر اینکه آموزش پرورش و دانشگاه فرهنگیان با ادامه تحصیل شما توی تمامی رشته‌ها موافقت نمیکنه. مثلا اگر شما رشته پزشکی قبول شده باشین، مثل قدیم نیست که بهتون یه نامه میدن و حالا میرید پزشکیتون رو هم کنار فرهنگیان ادامه میدین. نه، روی این موضوع این روزها سختگیری زیادی است و شما باید مدرکتون رو آزاد بکنید که بتونید برید حالا توی دانشگاه جدید ادامه تحصیل بدین. ولی برای رشته‌هایی که مرتبط هست و آموزش پرورش باش مشکلی نداره، مثل روانشناسی ها، علوم تربیتی ها، مدیریت ها، مشکلی بابت این موضوع نداره، میتونید با یه نامه که آموزش پرورش بهتون میده ادامه تحصیلتون رو انجام بدین. اصلا هم نیاز به در واقع آزادسازی مدرکتون ندارید. اگر میخواین توی رشته غیر مرتبط یا برای اپلای خارج از کشور از مدرک لیسانستون اقدام بکنید، استفاده بکنید، در واقع باید حتما برای آزادسازیش اقدام بکنید، چون پروسش هم طول میکشه و مدرکتون رو آزاد بکنید تا بتونید برای این ادامه تحصیل و اپلای ازش استفاده بکنید. خب برای ادامه تحصیل توی کشور خودمون که شما هیچ مشکلی ندارید، طبق توضیحاتی که توی ویدیوی اول بهتون دادم میتونید مدرکتون رو آزاد بکنید و برای ادامه تحصیل اقدام بکنید، چون شما برای ثبت نام اولیه‌تون حتما باید یه سری مدارک ارائه بدید و ارائه دادن این مدرک منوط به این هست که شما آزادسازی مدرکتون رو انجام داده باشید، پروسش رو. برای اپلای اما حتما باید از قبل آزادسازی مدرکتون رو انجام بدین. یه سری کدها هست که شما باید بگین به اسم کد صحت. کسایی که دانشگاه دولتی بودن برای ترجمه مدارکشون باید حتما کد صحت ارائه بدن، وگرنه بدون کد صحت یه ترجمه ناقص خواهند داشت. برای گرفتن مهر دادگستری روی ترجمه مدارکشون حتما باید کد صحت رو از دانشگاه فرهنگیان بگیرن و دانشگاه فرهنگیان هم فقط به کسایی این کد رو میده که کارهای آزادسازی مدرکشون رو انجام داده باشن. و حتی آقایونی که برای معافیت تحصیلی میخوان اقدام بکنن نیاز دارن که مدارکشون رو آزاد بکنن. حالا برای مهاجرت معلم ها توی خارج از کشور چه مسیری رو باید طی بکنیم؟ ببینید بهتون گفتم برای دریافت مدرکتون 3 تا راه وجود داره: اخراج، انصراف، آزادسازی مدرک با حفظ رابطه استخدامی. توی ویدیوی 1 بهتون گفتم. پیشنهاد من این هست که اگر با آموزش پرورش مشکلی ندارید، در شرف اخراج نیستید و
کار دیگه ای ندارید که به جز معلمی انجام بدید و تصمیم به مهاجرت دارید، سریع نیاید انصرافتون رو بدید، به خاطر اینکه هر کسی که تصمیم به مهاجرت میگیره لزوما مهاجرت نمیکنه. یعنی ممکنه ما ایرانی هستیم، توی این مسیر قطعا چالش های زیادی برامون پیش میاد و تمام این چالش ها ممکنه که باعث بشه شما اصلا مهاجرتتون کاملا کنسل بشه و شما میمونید و یه مدرکی که آزاد کردین و به هیچ دردی توی ایران واقعا مدرک دانشگاه فرهنگیان نمیخوره. جز معلمی توی ایران مدرک دانشگاه فرهنگیان به درد نمیخوره. بنابراین پیشنهاد من این است که از روش آزادسازی مدرک با حفظ رابطه استخدامی استفاده کنید که مدرکتون رو داشته باشین، کارهای اپلایتون رو انجام بدین و بعد از اینکه پذیرش و حتی ویزاتون رو گرفتین، بعد بیاین برای آزادسازی و خروج کامل از آموزش پرورش اقدام بکنید. یه خبر خوشحال کنندم همین اول بهتون بدم، این که بچه‌ها مدرک دیپلم شما به هیچ عنوان گروی آموزش پرورش و دانشگاه فرهنگیان نیست. شما به راحتی میتونید برید دانشگاه فرهنگیانی که درس خوندین و تقاضا کنین که مدرک دیپلمتون رو بگیرید. قطعاً باهاتون مخالفت میشه، قطعاً یه سری حرفا میزنن که نه شما تعهد دارین فلان بیسان. تعهدنامه‌تون رو بخونید. شما توی تعهدنامه‌تون درباره دیپلمتون هیچ صحبتی نکردین و دقیقاً طبق قانون مدرک دیپلم شما گروی دانشگاه فرهنگیان نیست. به راحتی میتونین دریافت کنین، ولی نیاز به پیگیری داره، نیاز به جدی بودن داره، نیاز به سرسخت بودن داره، چون به راحتی بهتون نمیدن که برید درخواست بدن دستتون. نه، همچین چیزی نیست و خیلی باید پیگیری بکنید، خیلی باید برین و بیاین تا موافقت باهاتون بشه و دیپلمتون رو بگیرید. برای کسایی که میخوان با دیپلم اقدام بکنن میتونید به راحتی. توی اروپا شرط سنی وجود نداره برای لیسانس. شما با هر سنی میتونین با دیپلمتون هر رشته‌ای که میخواین رو برای لیسانس اپلای کنین، پذیرش بگیرین و مهاجرت تحصیلیتون رو انجام بدین برای مقطع لیسانس. ولی برای ارشد و دکترا نیاز به مدرک دانشگاه فرهنگیان دارید و مجبورید اون پروسه آزادسازی مدرک رو طی بکنید. خب ببینید، برای اپلای اولیه‌تون شما با یه سری ریز نمرات و حالا گواهی موقت هم میتونید در واقع پذیرش اولیه‌تون رو بگیرید. اما در نهایت بعد از گرفتن پذیرش اولیه یه فرصت به شما میدن که شما اصل مدرک رو هم در واقع مدرک ترجمه رسمی و مدارک رسمی رو براشون ارسال بکنید. اون زمان 100% نیاز دارید که آزادسازیتون رو انجام بدین. اما تا قبل از گرفتن حتی ویزا نیازی ندارید که آزادسازیتون رو انجام بدین. منوط به این که با یه روش‌هایی بتونین شما به ریز نمراتتون یا گواهی موقتتون که توی اداره آموزش پرورش شهرتون هست دسترسی پیدا کنین. خیلی از بچه‌ها بودن، من نمیتونم الان راه و روش‌هاشو بهتون بگم، ولی خیلی از دوستان بودن که آشنا داشتن، بر طریقی تونستن که به گواهی موقتشون دسترسی پیدا کنن، یه عکس حتی ازش بگیرن و با همون عکس یه ترجمه ناقص در واقع غیر رسمی انجام بدن، پذیرش اولیه‌شون رو بگیرن، برای ویزا هم اقدام بکنن. بعد از اینکه ویزاشون اومد، چون باید همراه در واقع روزی که میرن سر کلاس اصل مدارک در واقع ترجمه رسمی مدارک و مدارک رسمیشون به دانشگاه تحویل داده بشه، اون زمان میرن برای آزادسازی مدرکشون اقدام میکنن. تا قبل از گرفتن ویزا اصلا شما نیازی ندارید که بخواید این همه هزینه کنید برای اینکه مدرکتون رو داشته باشید. میتونید فعلا یه پذیرش اولیه با همون عکسی که حتی از مدارکتون به دستتون میرسه بگیرید و بعد برای آزادسازی مدرک اگر ویزا شدین اقدام بکنید. یه نکته بگم، برای مقطع لیسانس و ارشد شما فقط چیزی که نیاز دارید معدل خوب هست که خدا رو شکر دانشگاه فرهنگیان به دانشجوهاش نمره خوب میده. یعنی اکثر دانشجوها معدل خوبی دارن، بنابراین شما مشکلی بابت مهاجرت ندارید. ولی برای دکترا، برای ادامه تحصیل تو مقطع دکترا، چون دکترا رایگانه در تمامی کشورها و شما دارین از خدمات رایگان استفاده میکنین، رقابتی هست این موضوع، علاوه بر معدل بالا که معمولا میگن بالای 14-15 باید باشه، باید یک مقاله ISI، حداقل یک مقاله ISI هم داشته باشید که بتونید به راحتی فاند و بورسیه بگیرید و تحصیل رایگان داشته باشین تو مقطع دکترا، که حالا میتونید توی دوره دانشجوییتون این کار رو انجام بدین یا حتی پایان نامتون رو تبدیل به مقاله ISI بکنید و بتونید از مزایای تحصیل دکترا توی خارج از کشور استفاده کنید. اما برای ارشد و لیسانس چون معمولا توی اروپا رایگانه ولی توی کشورهای دیگه هزینه داره، هزینه‌ش هم زیاد هست، معمولا رقابت کمتری وجود داره و نیاز به مقاله هم نداره، ولی معدل بالا همچنان ملاک است. پس توی دوره دانشجویی سعی کنید معدلتون رو بالا نگه دارید. توی مقطع ارشد به بعد هم سعی کنید تا میتونید مقاله و رزومه تحقیقاتی داشته باشید. حالا یه سوالی که زیاد میپرسن این هست که اصلا مدارک دانشگاه فرهنگیان به درد اپلای توی خارج از کشور میخوره؟ بله، مدارک دانشگاه فرهنگیان تو خود ایران به جز معلمی و استخدام شدن توی آموزش پرورش به درد دیگه نمیخوره، ولی برای خارج از کشور چرا؟ ولی یه سری مشکلات وجود داره. مثلا یه سری رشته‌های مثل مثل الهیات
این رشته ها خب سخته ادامه تحصیل توی این رشته، چون شما دین ما در واقع با دین اونا متفاوت هست و توی اکثر کشورها میگن که باید مرتبط خونده بشه. شما اگر بخواید با لیسانس فرهنگیانتون برای ارشد اقدام کنین معمولا میگن باید مرتبط باشه و اگر ما بخوایم رشته مرتبط بخونیم باید ادویکیشن بخونیم. یه مشکل دیگه ای که پیش میاد اینه که توی اکثر کشورها ادویکیشن به زبان در واقع رسمی همون کشور هست. مثلا اگر شما میخواین برین آلمان تحصیلتون به زبان آلمانیه، باید آلمانی بلد باشین. میخواین برین اتریش باید آلمانی بلد باشین. میخواین برین فرانسه باید فرانسه بلد باشین. میخواین برین کانادا باید انگلیسی بلد باشین. روانشناسی هم همینطور، رشته‌های روانشناسی و ادویکیشن آموزش به زبان رسمی همون کشور هست و ولی اگر بتونین یه سری دانشگاه‌ها و رشته‌هایی رو پیدا کنین که غیر مرتبط هم پذیرش بدن، میتونین با لیسانس فرهنگیانتون برین مدیریت بازرگانی بخونین، برین مهندسی بخونین، برین چه میدونم خیلی رشته‌های زیادی هست که شما میتونین با هوش مصنوعی حتی بخونید، میتونید با لیسانس فرهنگیان اقدام بکنید به شرط اینکه اون دانشگاه شرط لیسانس مرتبط نداشته باشه، یا اینکه اگر شما میخواین رشته مرتبط بخونین، اون دانشگاه رشته مرتبط میخواد، با خوندن رشته آموزش و روانشناسی مشکلی نداشته باشین. خیلی اصلا دوست ندارن برن اونجا آموزش رو بخوان ادامه بدن، دوست دارن یه رشته دیگه بخونن. خب اینجا یه سری مشکلاتی به وجود میاد، ولی خب با یه خورده سرچ و جستجو میتونید این مشکل رو هم حل بکنید و یه سری رشته و دانشگاه‌ها رو پیدا بکنید. نکته آخرم که میخوام بهتون بگم درباره این هست که امکان گرفتن مرخصی بچه‌ها وجود نداره، چون خیلی میپرسین. این نیست که شما بتونین مرخصی بگیرین برین درس بخونین برگردین، چه تو ایران چه تو خارج از کشور. اجازه مرخصی به شما نمیدن، 100% نمیدن و شما مجبور هستین که بالاخره از آموزش پرورش خارج بشین برای که بخواید ادامه تحصیل بدین، اگر که حالا رشته‌تون مورد تایید آموزش پرورش نیست یا میخواین برین خارج از کشور. بنابراین فکر مرخصی نباشید و همون مسیرهایی که توی ویدیوهای شماره 1، 2 و 3 گفتم رو باید طی بکنید. خب اینم از ویدیو سوممون. حتما بهتون پیشنهاد میکنم که ویدیو اول و دوم منو هم ببینین و ویدیوهامو برای همکاراتون هم ارسال کنید، کسایی که تمایل دارن به خروج از آموزش پرورش یا تحت شرایط اخراج هستن و مجبورن که از آموزش پرورش خارج بشن، و اینکه حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید، چون ویدیوهای بعدیمون خیلی جذاب و خیلی مهمه. و تا دیدار دیگه، بدرود.